از سفر گفتیم. پس از مسافرانش نیز صحبت کنیم. جبران یک مسافر است. مسافری راهوار، از آن دست که نه در زمان می گنجد و نه در مکان، و با او همسفر شدن حال و هوایی دیگرگونه دارد، به خاصه در 9 کتاب که سفر او کامل می گردد و همه ابعاد وجود انسان را در می نوردد. با او همراه می شوید در کتابی از عشق و زندگی و با او همسفر می شویم در راهی پرفراز و پرنشیب که طی آن عاشق می خواهد و میل دیدار معشوق. نوشته پشت جلد کتابم براتون می خونم. بالهایم را گشوده و آماده پروازم. آیا با من همسفر خواهی شد؟ من همسفری می خواهم